هیچ اینو بیا اینجا بهنا این قبره رو روشو گرفته گلو ملو اینا روشو گرفته قبره هیچی ها نداشته بیچاره نمیشه بکنی؟ چرا میشه بکنی؟ بگیریم بگی امشب دارم میبرمتون یکی از مخوفترین قبرستونایی که میتونید ببینید قدیمی ترسناک پس با من همراه باشید لایک و سابسکرایب یادتون نره سلام بچه ها مرداد ویور هستم به نام گیرباکس آقا ما اومدیم شمال سمت نور بعد اینجا یه قبرستونه که میگن ساعت 1 شب به بعد یه صدای آتش میاد به خاطر همین اهالی ای بابا دوربین چرا افتاد به خاطر همین اهالی اینجا من دوربین رو درست کنم اینم از اون اتفاقای عجیبه دوربین رو برش افتاد به خاطر همین اهالی اینجا آره اهالی اینجا ببینید ساعت چنده بچه‌ها ببینید ساعت 10 به 1 صبح اهالی اینجا گفتن نور بزنه شهرداری و اینا ببین چقدر نور زدن بریم ببینیم که این قبرستون چی میشه تنهایی نتونستم برم تو عباس فرانکی فرانکی آرمی دیدی تو ها؟ دیدی یکی رد شد؟ نگهبان داره؟ وایسه کجا؟ گیرت بگو کجا؟ خدا وکیلی؟ چی شد؟ کجا؟ گیرت شد دست سگ نه همه قبل سال 70-69 جدی؟ برای 74 وفات 76 وفات 69 69 آه وفات 1344 حاج باب الله غلامی فرزند روح الله خدا بیامرزتش 1944 وایسا ببینم اون بر بریم اون بر آقا وایسیم تا این صدای بیاد من رو میگم میام این پس بریم اون بر ببینیم و بپیچیم بریم یا سیامش بیمان من تو خوف داره اینجا من نمیدونم یعنی چی این یکی نشسته اونجا چی نگین بچه ها چه سکوتیه 1353 آقا این بنده خدا سال 1353 فوت شده خب این نه کرونا رو دیده نه موبایل رو دیده نه کامپیوتر دیده انقلاب هم ندیده این بنده خدا این اصلا سعیمنگ هم هیچ گیاه نداشته این بیچاره 66 بوده 97 مرده دقیقا روزه بودم من خدا فوت کرد آقا بیا یه دقیقه بیا اینو بگیر این هم هیچی رو ندیده یعنی نه انقلاب رو دیده نه اصلا هیچ اینو بیا اینجا بهنا این قبره رو روشو گرفته گلو ملو اینا روشو گرفته این قبره هیچی رو نداشته بیچاره نمیشه بکنی؟
کلا چرا میشه این میزنی اگه بکنم چنده 1220 وفات 1220 اوه پشمام آقا وفات 1220 این قبله 1220 اسمش چیه؟ غلامی چی؟ زلیخا غلامی زن بوده 200 سال پیش مرده این یارو نه 182 سال پیش مرده زلیخا بوده بنده خدا اسمش شده من؟ یک داره میشه؟ رأس یک نه بابا 5 دقیقه به یکه چرا ساعت من رأس یک ساعت تو با اشتباه صدای اون صدای میاد. آجی این هم یکی همون قبراست آقا این قبره 72 1372 این صدایی داری ها؟ من نمیتونم آقا ما رفتیم چون یک به بعد یه ذره اینجا خطری میشه دوستان گیر بوکس بریم؟ من یک به بعد چند تا فاتحه کنیم بریم. میگم نمونیم یک به بعد اصلا اینجا گیر باکس هم گیر باکس گیر باکس هم میگم درزا آقا میگم که این ولاگو دیدیم اینم همه در آرامگاه هم کوچه خلوت و اسم آرامگاهش هم نمیدونم چیه مثلا هیچ اسمی هم نزده تو سابسکرایب یادتون نره حتما لایک کنین سابس کنین دمتون گرم اگر این فیلم رو دوست دارین کامنت کنین که براتون بذاریم